با تعداد خیلی بیشتری از شما موافقه، ولی چیزی که باعث میشه شما زنده بشید اسمش زندگی. یه چیزی مثل عنصر زندگیه. اون چیزی که باعث میشه روها بتونن انیمه رو تصویر کنن اسمش زندگی. خوش اومدین به این ویدیو تئوری دیگه از بهترین فنمید فنفی ایران، ماینکرافت فنف اورجینز. وقت رو تلف نمی کنم و میریم سراغ تئوری ها. پاپت توی آخر فصل سوم میگه که تمام چیزی که من بودم برات کسی که اونا رو زنده کرده. من تو رو مثل عموی خودم میدیدم. حتی موقعی که شروع کردی به کشتن بقیه باور نمیکردم تو باشی. چطور تونستی زندگیمون رو به اینجا برسونی؟ با توجه به این دیالوگ من یه تئوری دارم که همزمان هم میتونه چیز جالبی باشه، همزمان میتونه یه چیزی باشه که یکم احمقانه باشه. داخل تیزری که از قسمت سوم اورجینز منتشر شد دیدیم که مرد بنفش اومده و اولش همون فکر میکردیم که دست ویلیام با دیسک توانمزا خودش رو به این شکل درآورده، اما توی اون قسمت کلا سناریو با اون چیزی که ما فکر میکردیم متفاوت بود. پس این صحنه چی شده؟ من فکر میکنم از اونجایی که چارلی باورش نمیشد که ویلیام باهاش همچین کاریو کرده، در تصورات خودش و اون چیزی که داخل ذهنش به جا مونده، به جای ویلیام یک مرد با پوست کاملا بنفش میاد که رنگ بنفش نشون دهنده کاراکتر ویلیام هستش، اما هنوز به این باور کامل نرسیده که ویلیام همچین بلایی رو سرش آورده. آخرین بار مگه من یه دقیقه رفتم دستشویی ولی بعدش یه جو پیداش نکردم. حالی توی قسمت اول و دوم اورجینز راجع به تئوری تلپورت پاپت صحبت کردم، تا اینکه یکی از کاربران گفت که توی قسمت آخر فصل سوم یه صحنه‌ای هست که پاپت تلپورت کنه و جرالد رو نجات میده و برای من سوال بود که دقیقا این صحنه کجاست، چون من چند بار بود که اون قسمت رو نگاه کردم. ازش پرسیدم و بهم گفت که دقیقا کجا این اتفاق میفته و معلوم شد موقعی که مایک به اون باشگاه شلیک میکنه و اونجا رو منفجر میکنه، پاپت تلپورت کنه و جرالد رو نجات میده. و دلیل اینکه من متوجه این صحنه نشدم این بود که این صحنه کوتاهی بوده و من این صحنه رو فریم به فریم خودم پیدا کردم و به صورت عادی در حین تماشا اون رو ندیدم. و دوستان شما میتونید که در بخش کامنت ها تئوریای خودتون رو راجع به فنف، پاپ پلی تایم، اسکریپت توالت و فنف اورجینز بنویسید تا در قسمت بعدی سری ویدیوهای تئوری تایم تئوریاتون رو بخونم. اما در ادامه سازنده سری اورجینز مومین تنرو یه ویدیوی Q&A میذاره و از کاراکترها سوالهایی که کاربران پرسیدن رو میپرسه، خود کاراکترها میان جواب میدن و این جواب پاپت به سوالی بود که من پرسیدم. من وقتی تلپورت میکنم انرژی زیادی ازم گرفته میشه و به خاطرش یه استراحت خیلی طولانی مدت نیاز دارم. این که اگه بخوام به یه جایی تلپورت کنم باید یه نقشه کامل و دقیق از اون مکان داشته باشم. به خاطر همین ترجیح میدم توی مواقع حساس بتونم تلپورت کنم. با توجه به جوابی که پاپت داد این نتیجه رو میشه گرفت که تلپورت فردبرگ قوی تر از پاپت هستش و از اون طرف برخلاف فردبرگ پاپت نمیتونه به صورت نامحدود و همیشگی از این قدرت استفاده کنه. با توجه به قسمت آخر فصل سوم اورجینز هم شاید پاپت نتونست شرایط رو درست بسنجه و حتی ممکنه که اگر هم تلپورت کرده باشند جای خوبی تلپورت نشده باشند و در جای بدی گیر بیافتن، یا طبق چیزی که توی قسمت اول گفتم خودشون رو برای اینکه در امان نگه دارن انداختن روی زمین. لعنتی بسته شده. در آخر یک نکته جالب راجع به کاراکتر فاکسی و مایک میخواست تمام توجه و احساسات به سمت خودش باشه و به خاطر همین با ایوان مشکل داشت. با اینکه در اعماق وجودش اون رو دوست داشت راضی نبود که اتفاق بدی براش بیفته و فاکسی همچین شرایطی رو تجربه کرد. موقعی که دید که جرالد داخل خونه هستش دقیقا مثل مایک احساس کرده بود که تمام توجه ها و هر چیزی که داره رو از دست داده، تا اینکه در قسمت آخر دیدیم که با وجود نحوه صحبت کردن و برخورد
داشت با جرالد موقعی که دید اون مرد ناراحت شد و حتی مایکل هم با اینکه کلی برادرش اذیت کرده بود موقعی که دید اون مرده ناراحت شد. میشه گفت که هر دوتای این کاراکترها احساسی کردن که یه چیزی رو از دست دادن و مقصرش رو یه نفر دیگه میدیدن، ولی باز هم در اعماق وجودشون اونها رو دوست داشتن و راضی نبودن که این اتفاقات بعد براشون بیفته. این ویدیو به پایان رسید دوستان و امیدوارم که لذت برده باشید. فراموش نکنید دوستان که همه اینا تئوری هستن و توسط سازنده اصلی تایید نشده و ما باید منتظر بمونیم که سازنده اصلی چه چیزی رو برای سری خودش مد نظر گرفته و تا یه ویدیوی دیگه کمکی نمیتونی بهش بکنی، فقط خودت رو کشتم میدی. برام مهم نیست. من اون روانی رو میشناختم چارلی، با این کار هممون رو به کشتم میدی.